السلام علیکم دامولای محترم. درباره قهری بودن یک چیزی میگفتید. برادرم با من چند سال می شود که قهری هست. بارها رفتم بخشش پرسیدم اما او با من گپ نمیزند. چون این برادرها زیاد هستند. این سوال برادر عزیزمون، یک برادرش همراهش قهری بوده است که بارها رفتم نزدش بخشش پرسی و با من صحبت نمیکنه، یعنی قهری هست. چنین شخصیت هایی که بین برادرایشون یعنی قهری هستند در جامعه زیاد هستند. یک چیز در این باره میگفتیم. برادران عزیز، حکم قهری بودن در شریعت اسلام حرام است. حکم قهری ایستادن و قهری بودن، چی با برادر نسبی باشه یا چی با برادر اسلامی باشه، حکم قهری بودن در شریعت اسلام حرام است. حدیث در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که حضرت ابو ایوب انصاری این حدیث را روایت کرده است. حدیث بخاری و مسلم است. پیغمبر بزرگوار فرمودند که لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال. برای شخصیت مسلمان حلال نیست که از یک برادرش 3 روز دوری کنه، یعنی قهری بیسته، از برادرش رو گردانه. برای شخصیت مسلمان گفتن این حلال نیست، یعنی حرام است. یلتقیان فیعرض هذا و یعرض هذا و خیرهما الذی یبدأ بالسلام. جناب پیغمبر گفتن وقتی این دو شخصیتی که به همدیگر قهری هستند به همدیگر روپرو شوند، یکی از اونها رو میگردانه دیگرش رو میگردانه، بهترین شخصیت در بین این دو نفر قهری هستند، جناب پیغمبر گفتن همون شخصیتی هستی بیایه و با سلام یعنی شروع کنه، سلام کنه به شخصیتی که قهری است. یعنی نبیسته که اون دیگرش کی میایه به این آشتی میکنه و به این صحبت میکنه. جناب پیغمبر گفتن بهترین اینها همون شخصیتی هست که میایه و یکم سلام میکنه، یعنی یکم آشتی میکنه. حکم قهری بودن در شریعت اسلام حرام است برادران عزیز. در روایت دیگر که این حدیث هستی ابو هریره روایت کرده است، حدیث ابو داود و امام احمد است که حدیث صحیح است. پیغمبر بزرگوار گفتن لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. برای شخصیت مسلمان حلال نیست که از 3 روز با یک از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری بیسته. هر شخصیتی که از 3 روز زیاد با برادرش قهری ایستاد، بعد از 3 روز اگر وفات کرد، مرد، بندگی کرد، این شخصیت داخل دوزخ میشه. جناب پیغمبر گفتن این انسان قهری، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که داخل دوزخ میشه. در روایت دیگر حضرت ابو هریره روایت کرده که هم حدیث ابو داود است، حدیث صحیح است. پیغمبر بزرگوار گفتن که من هجر اخاه سنتا فهو کسفک دمه. هر شخصیتی که به یک برادرش 1 سال قهری بیسته، جناب پیغمبر گفتن گناهی ای مثل همینه که گویا او برادرش کشته است، خونش ریزانده است. گناهش برابر کشتن هم شخصیت است. پیغمبر بزرگوار گفتن یعنی که حلال نیست براش. در روایت دیگر که این حدیث هم امام مسلم روایت کرده است، حدیث حضرت ابو هریره است، حدیث صحیح است. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که هر روز دوشنبه و پنجشنبه خداوند درهای جنت گشاده میگرداند و تمام بنده هایش که با او شریک نآورد، یعنی مؤمن و مسلمان هستند، مشرک نشدند، گناهی تمام بنده هاش خداوند روز دوشنبه و پنجشنبه میبخشیده، مگر نمیبخشیده گناه شخصیتی که با یک برادرش قهری است. میگفته این شخصیت بگذاره تا اینکه با برادرش صلح کنه، با برادرش آشتی کنه. یعنی که با یک برادر مسلمان قهری ایستادن، برادران عزیز بزرگوار، این حرام است، درست نیست. ولی دوستای خدا هم حکایت میکنن، میگن در یک زمان یک زنی بود که از اهل بیت شوهرش و برادرش و پسرش چی کمبودی کردن به حکومت، بعد از اون برای اونها میگه حکم قتل برآوردن، گفتن اینها باید کشته شوند، یعنی حکم قتل دادن. این زن میگه یعنی سری سود در حالت محاکمه بسیار گریه و ناله زیاد کرد. اون سودیه که حکم برار بود میگه دلش به رحم آمد،
گفت که ای زن به خاطر این گریه و نالت از این نزدیک‌ها یکیش خودت انتخاب کن، من آزاد میکنم. یعنی که از حکم قتل آزاد میکنم، یا برادرت یا پسرت یا شوهرت، هر کدامش که بخواهی یکی از اینها را من برای تو آزاد میکنم. این شخصیت، این زن میگه بی یگان است و بی فکر در حال گفت که من برادر من انتخاب میکنم. یعنی شوهرشم پسرشم براش عزیزه، اما گفت که من برادر من انتخاب میکنم. اون حاکم فکر کرد، حکم کننده سودیه گفت که بچی خاطر که فرزند تنه، پسر عزیز است، جگرگوشه است، نور چشم است، برای چی فرزند تا انتخاب نکردی؟ برای چی شوهر تا انتخاب نکردی و برادر تا انتخاب کردی؟ این زن گفت که ای جناب قاضی، گفت من زن هستم، می توانم با شوهر کنم و فرزند بیاورم، اما فرزند پدر من دیگه یافته نمی توانم. هر چیز یافته میشه برادر، از فرزند پدر پیدا کرده نمیشه. حضرت قبلگاهی ما خدا رحمت کنه یگانه یک پسر بودن، یک نفر بودن، اکا و دادر اپا و خواهر نداشتن. در اون محله ما یک دو برادر بودن که بینشون دائم جنجال میشد، یعنی خفگی و ناهمدیگر فهمی بود. این سه مادر محترمه، مادر بزرگوار من حکایت میکنه، قبلگاهی میگفت که خداوند برای من یک برادر میداد که بعضی ناجوان مردا و نامردا را برادرگری نشان میدادم. یعنی بعضی انسان در حق برادر میسوزه، برادر عزیز، این عمر ارزش نداره که با برادر عزیز و یک یعنی فرزند پدر قهری استی. هر چیز پیدا کرده میتونه برادر عزیز، فرزند پدر پیدا کرده نمیشه. و این خاطر کسی که قهری باشه، بعد از شنیدن این سخنهای پیغمبر بزرگوار و برادرهاتون آشتی کنه برادران عزیز بزرگوار.